چی گپ است این حاکیان؟ فرا چی گپ است؟ مرا چی کار میکنن؟ سر دهید مرا سر دهید یاری دهید مرا به کجا میبرید سر دهید یاری دهید یکون کس هست یاری دهید زهرا زهرا ایست زود باش آن ماشین را تحقیق کن. رو میلش دوملو میلش بخیر است. چی خیل بخیر است. تو تنها همین ماشین را تحقیق کن. تمام دوملو خواطر نشوید دریاب میکنیم. زود باش برادر زود تو کم زود رانده میتوانی یا نه؟ شرط تمام بخشش دوملو ناگهان از دهانم برو گبزن برادر چی شد آخه؟ زنجیر ماشین کن دوملو. زنجیر ماشین تک زنجیر ماشین کن میگویم به فکرم نشنیده. دوملو ماشین نتیز دفعت تو. فهمیدم. فهمتد؟ یا خدا توبه با این طرف گذره. تو بقیه پومرایزی فهمیو. ای خلیفه در حقیقت مرا در حیرت گذاشتی. زبانی مرا چه خیلی فهمیدی ها دوملو؟ سکور است ایواز کردم میتوانی. برادر گفتم که فهمیدم. تو چه خیلی تشخیص هستی این رو نمیدونی. آوازی محرک رو انتظار میشوم چون آواز اومد با دستم تله میدیم بس. خلیفه و تعصب نکنم. مالش برادر یک دقیقه دمت رو گیر که حاضر رو گم میکنیم با خدا. دوملو با خدا ماشین استتر کن دلم هوا گرفت. با خدا مثل شما دوملو ندیدم. من دوملو نیستم آخر. سرنگه دوملو نیست. دوملوی ساخته هستم. دوملوی ساخته؟ این رو گفتم و آرام شدم. چه خیلی؟ قبول سام. تمام. من نو فهمیدم این موضوع رو. شما پلیس هستید اکا. در اصل من از اول این رو فهمیده بودم. اکنون پورا فهمیدم. اکنون فهمیدم دوملو با این لباس در بیرون سیر و گشت نمی کند. لیکن با خدا بسیار فکر خوب کرده ای. هم کار مخفی. هیچ کسی از این چیز خبردار نمی شود که این وظیفه پنهانی است. ای خدا مانند فیلم ها. اگر در عملیات یکون کمک خردکه من رسد یعنی خرصد می شوم. آخری وظیفه شهروندی همون است که مومن فرو ساخت. برادر تو چی گفتی سری مرا گران کرده. با خدا مونده شدم. چی شد؟ چرا ایستاد؟ دوملو گازش تموم شد. یک گاز ماشینته. خودت هم ماشینت. مادر؟
لبای دخترم. یوسومان این گردنبندی گردنش رو میگوید که تو با او توفه کرده ای. درست است؟ مرا اونقدر باورم ناومد. تولین توفه کرده است؟ یعنی کلینی ما توفه کرده است همین خیل؟ بله بابا جان، یوسومان همین خیل میگوید، اما همین خیل است. خانم تولین توفه کرد. همین خیلی خانم تولین. تولین تو یک وقت داد و فیغان کرده گردن بندت را میگفتی، این همان نباشد؟ خدایا نگاه دار. خانم تولین لطفاً گوید که این گردنبند رو شما به من توفه کرده اید. سردارم ای سرداری تو را چی میگویه؟ چی میگویه پسر؟ میمانی به حالم کردن. سردارم دوستی نزدیک کلتکل از شوکت تسکو خیر میگویم که از پس او گشتن در کار. تو دیوانه چرچشمه چرا او رو تعقیب میکنی؟ حجت‌های خواهر کلتکلوس در نزدمان بود، حتی رقم‌های تلفنش رو نگرفتی. اما سردارم شما گفتید که کلتکل از مرد، مسئله پوشیده شد، از همین سبب. ای لوین چی کار میکنی؟ یک بار ما رو به حالم گذار. ها؟ رحمت سردارم، باورتون رو برباد نمیدم، خواهی نباشه سردارم. ای لوین اگر عقل تو در من میبود هر روزم رو عید میکردم. سردارم به خدا شما راستی گپ را گفته، شما هم انسانی با عقل هستید، لیکن کم کم بی عقلی میکنید. روزیا چرچشمه دیوانم کردی. دیدی لوینت چه خیلی سردارت به تو باور دارد، باوری رو برباد نده. رفتیم پسرم، رفتیم مثلا لوینت دیوانه شای. تولین گپ زن، چرا دختر را در زیر شبهه میگذاری؟ چرا گپ زنم؟ یوسومان ما مگر این خیل کار میکند؟ البته نمیکند. البته نمیکند، اما هنگامی که گردن بندت را با هیجان میگفتی اون گردن بندی دیگرم بود. بعدا من اون رو یافتم، گردن بندی که در گردن یوسومان است. من با او دادم. خدا را شکر. تو به یوسومان گردن بندت را دادی همین؟ بله. مادر چی میگوی دخترم؟ چی؟ شما راست میگویید؟ بله، دلم خواست توفه کردم. چی جوی عجایبش هست که حیران موندید؟ نمیفهمم. تشکر زیاد خانم تولین، در حقیقت رحمتی کلام، من هم این گردنبند رو تا آخری عمرم پنهان میکنم. از این پس کسی رو ندانسته تهمت نکنید میلش. خودت رو حرمت کن یوسومان، من تو رو تهمت نکردم. نه تهمت کردی. دخترم خاموش، بحث را تمام کنید. میلیس، یوسومان هم دخترین خانه است. لطفاً تحقیرآمیز گپ نزن. خودت را حرمت کن گفتن مگر میزیبد؟ البته بابا جان، تنها به من نمیزیبد. اگر زهرا و یوسومان رو این خیل جنگ میکرد شما مگر او رو پشتیبانی میکردید؟ میکردم. البته بابا جان، برعکسش رو هم فکر نمیکردم. میلیس، خودت را حرمت کن. پدر جان اهمیت ندهید، به حال خودشون گذاره، بیهوده است آخی. زهرا در کجاست؟ زهرا به مسجد به سر دامولاز یا رفته بود، اما کجا شده چه بود؟ شوکت زود به نزد مسجد بیا. خدایا زهرایم رو نگه دار. زهرا زود تلفنت را بردار. رویش را محکم کردی؟ بله محکم کردم، خواطر نشو. کارمان بسیار آمد کرد. اکای کنون بسیار خرسند می شود. این کار با تشبوسی من حل شد. مرسی. تلفن دختر زنگ میزند، آنو خاموش کن. مرا گوش کن، به من فرمان نده. به من تنها اکای کنعان فرمان میدهد. فهمیدی مرا؟ تلفن رو به من ده.
کار تمام. اوه ملیس، یعنی تو گویا بابایت رو ندونسته گپ میزنی. همه یک طرف، زهرایش یک طرف، اما تو به این اهمیت ندی. میدونم اما خیر میلش. مادر تو جدی اون گردنبند رو به یاسومن توفه کرده ای؟ ای بله ملیس. نه برای این رو فهمیدنت باید چند بار دیگر تکرار کنم ها؟ به شما باورم نمی آید. من اون گردنبند رو از شما چندین مرتبه پرسیدم. حالا باشد شما میگویید که اون رو به یاسومن داده اید. جانم، شاید با لباسم موافق نگرفته بود، از همین سبب ندادمت. ای این خیل نکن ملیس. نه گویا که من چیز دوست دار هستم و به هیچ کس از اشیاهایم نمیداده باشم. مادر شما چیکار کرده ایستاده اید؟ به من راستش رو بگویید. چرا این یاسومن ناگهان اینقدر ارزشناک شده است؟ ملیس التماس بخیلی نکن. بخیلی نکنم؟ ای مادر من کجا یاسومن رو بخیلی میکنم؟ من تنها از کارهای شما در حیرتم تمام. نه این کاری تو انیق بخیلی است ملیس. دخترم تو هر زمانی که خواهی چیزی خواستت رو پول داده میخری، اما یاسومن میتواند. بیچاره است، البته حسد میبرد. بله همین خیلی حسد میبرده است. کاری عجیب. برادر روی یگان تاش رو دیدن نتوانستی؟ دیدن نتوانستم شوکت، نتوانستم. در رویشون نقاب داشتن. گفتم کو کدام کرده باشه؟ نمیدونم شوکت. هر شاید بر سری فرزند کلاس بگذره غمگین نشو. یا خدایا باز غمگین نشو میگوید. با تو زهرا رو دزدیدن میگویم، تو با من غمگین نشو میگویی. قهرم میورد شوکت. با زهرا یگان چیز شود من میمیرم پسرم. تو سخت عاشق شده ای کوکا جان؟ تو چی ها گفتش داده یا؟ من با تو زهرا رو دزدیدن میگویم، تو باشی میگویی که سخت عاشق بوده ای اکا جان. البته این خطای تو نیست شوکت، خطای کسی است که با تو گپ میزند. گپ نزن، بزور مای گپا. گپ نزنی آزمه گفتم قریب. با قدری ما میرسی و دیر میشوه. چیکار کنیم برادر؟ اگر ینگه به خانه بر نگردد، آقای اکرم به فکرم که تلخکف شده میمونه. بله راست. آقای اکرم این دفعه راست به آن دنیا میرود. چی پیدا و دنیا؟ اوف نمیدونم شوکت. با آقای اکرم یگان دروغ میگویم اکنون. با خانگی هم یگان چیز میگویم. البته زهرا را هم باید بیابیم که من از غم دیوانه میشوم. تمام دیوانه نشو. آروم شو برادر. به خانه رفته یگان نقشه میکشیم، نجات زهرا رو فکر میکنیم. تمام آروم شو. تمام رفتیم. یا خدا، این دختر کجا شده؟ به مسجد میروم گفته اینقدر دیر کرد. پدر جان شاید به یگانجا برای چای نوشی و برای کار دیگر رفته است. شما خواطر نشوید آخیر. چی خیل چای فرخ؟ دامولا را گرفتم میآیم گفته بودو. نه من زنگ میزنم. من خواطر شدم. البته زنگ زنید پدر جان. یا خدا این تلفنم عجایب. صدا میرود و جواب نمیدهد. برادر به پلیس زنگ زنیم؟ ای پلیس مرا جستجو دارد. تو چه میگویی شوکت؟ از کجا تو را جستجو دارد برادر؟ تو مردی که مردی. مرده باشم با پلیس چه زنگ زنم؟ دیوانه بر این گپ میزنی. بس که همین دیوانه نگو. همین دیوانه گفتی آدم دیوانه میشوه. انا بیا و گیر. چرا بگیرم؟ آقای اکرمه؟ بله بای. ای برادر یگان دروغ نیابی جواب نده کی؟ جواب نده و یک بار خواطر میشود. با قوری پدر؟ یک دقیقه. لبای آقای اکرم. زیا؟ ها در کجای پسرم؟ چرا زهرا جواب نمیدهد؟ همراهت است. زهرا بله همراه هم راه میگردیم. راه میگردید؟ پسرم در این خلوکی راه میگردن. این کار دختر را بینه آخر تو را گرفته زود برمیگشت. تو تلفن رو به زهرا ده. بکی؟ به زهرا کری دامولا؟ جناب او حاضر مشغول است، آمده نمیتواند. چخیل مشغول؟ شما یگان راه نمیگشتید؟ راه گشته شده بودیم و خانم سیلین آمد. به سیلین چیزی شد؟ نه خانم سیلین آمد و آنها از ما جدا شدن. یعنی معلوم خیر که دوگانه های جانی هستند. با ذوق صحبت دارن. گپشون رو نبرم. خدا مدام که این خیل سیلین راه هم گرفته یک جای برگردید. در این خلوکی در بیرون نگردید. تمام. ماله جناب. چی شده؟ سیلین رو هم گرفته بیارید میگوید. بچه باید سیلین رو هم یابم. تلفن شو دوره؟
چی شد؟ با این دختر چیکار کردید؟ بخیر است اکا. با خیر است دختر؟ حالش خوب است زود اونو بدرون برارید. شوکت گوش کن، سیلین از این کار خبر ندارد. آهسته آهسته میگیم، زود با او نگوی. ای برادر یک خیلی گپ میزنه که گویا ما کودکیم، ما هم عقل داریم اخی. بفهم. البته. دوملوزیو با زورو یگون واقعی رخ داد. نه شما آرام شوید. دوگانت دوزیدن سیلین. چی؟ دزدیدن؟ نه احمق. آرام شوید. دزدیدن گفتید؟ شنه دزدیدن؟ تو چه خیلی آدم هستی؟ ای برادر هیجان دختر رو ندیدی؟ من برای آن گفتم که باز فکر نکند که ینگه زهرا مرده است. خانم سیلین لطفاً کمی آرام شوید. زورو خوب است ایلتیموس راستش رو گوید. ما از کجا میدونیم که اون مرده زنده خوبه؟ یا سوال میتی که همین دختره که گریه کنه و فخ بکشه هم خشموش میبینیم. کی او رو دزدیده است؟ اکنون زورو چیکار میکند؟ ما هم نمیدونیم سیلین جان. از کجا دونیم؟ یک دو آدم نقابدار اومده زهرا رو بور کرده بردن. با فکرم او را انیق میکشن. شک تموم. لیکن دوستی عزیزم این خیلی نمیشود. آخر کم فکر کن. آخر آرام شو، فکر کن. گپ نیست برادر. چی؟ بشق. تمام دوملا فهمیدم. گپی گفته که میکنم دوملا. دیگه شرمندم کردم. بله گویا که او خاطر شد. دوملوزیو یکی زهرو رو یگون کار کنه. نه گوش کنید خانم سیلین لطفاً کمی آرام شوید. از کجا میدونید؟ ای بخیزیم بریم اینجا. در اصل حالش خوب است. تنها جایش رو نمیدونیم. با او گپ زدید؟ گپ زدیم و پرانه. شات تلفن دوملا تمام شد. از آواز زهرا فهمیدیم که حالش خوب است. بیچاره دوگانم. حالا چقدر ترسیده ایستاده باشد. خانم سیلین آرام شوید. گوش کنید من زهرا رو مییابم، لیکن اگر این خیلی رفتار کنیم با زهرا کمک رسانده نمیتوانیم. تمام. گوش کنید آقای اکرم این رو نمیدوند. شما هم با او نگویید وگرنه او بسیار غمگین میشود. مایلش. حالا گوش کنید. نقشه این است. نقشه رو میفهمونم. لطفاً مرا گوش کنید. نشان با شما. درآید. مرحمت خانم تولی. رحمت یاسومن. از این پس هر روز یک استکان می نوشم. به طورهای عصب فایده کلان داشته است. خاطر نشوید خانم تولین، من هر شب تیار کرده میارم. انا همین خیر. کمی بخند. چرا در اونجا اول حروسیدی؟ با دخترانی جوان حروس نیو؟ خنده میزیبد. یاسومن تو بسیار دختری با عقل هستی. اگر با من خوب رفتار کنی تو رو از دخترم جدا نمی کنم. چخیلی که با میلیس رفتار میکنم با تو هم همون خیل رفتار میکنم. بین یک گردن بند انداختی چخیل ایواز شدی. آخر تو دختری خوب هستی، اما در داخل این لباس های از بازار بوده زیباگیت نمایان نمی شود. عقلت رو کار فرمان دخترم. عقلت رو در بین بعضی ها سیر بوده می تواند. در بین همه انسان ها سیر ها موجود هست، اما مهمش سیر داشتن را دانستن است. اگر تو با من خوب رفتار کنی نتیجهش را بر زیاد میگیری. او را بدار کن. چه کار میکنی؟ ها؟ گفتید بدارش کن؟ احمق حیوان، پسند دست میبرداری برزگاو. نخند. یک کاسه آب بیار. میله شکر. یگا کس است، یگا کس نیست. من در کجایم؟ به من کمک کنید، به من کمک کنید. خواهش میکنم. در اینجا کی است؟ بفایده داد نزن، هیچ کس تو را نمیشنود. شما کی هستید؟ از من چی میخواهید؟ من چی کار کردم؟ من زاغ را میخواهم، زاغ سیاه را. کی است؟ زاغ سیاه کی است؟ من او را نمیشناسم.
تو را خوب میشناسی. سری ما را ویران نکن. خودت را با نادانی نزن، هیلت نمیگذرد. در حقیقت نمیدونم، نمیشناسم. لیکن او تو را خوب میشناسد. حتی زهرا گفته میمیره. چی که میگوید؟ من نمیشناسم به خدا کی. ببینید، نه خودتان را نه ما را عذاب ندهید. اگر این خیر دوام دهید به یگان نتیجه نمیرسید. زاغ سیاه رسمی از شما دزدیده را باز برگرداند ها؟ بینید چقدر همش را میدانم ها؟ رسم رو یزنم آورد. یزنه من سرکمیسر است و شاید حالا در جستجوی من است. بسیار هم خواطر شدگیست. میدونی یزنه من پلیس است و شما رو مییابد. میدانیم با او از نزدیک شناسایی بسیار خوب داریم. مشکلی نیست. حالا باشد تو به خوبی به زاغ سیاه زنگ زن به اینجا آید. ما باشیم و تو رو سر میدیم به خانه میروی. نمیشناسم من او را. چقدر نمیشناسی؟ ها؟ با من داد نزن. سیلین زنگ میزند. الو بابا جان. سیلین جان، زهرا در نزد است. تلفن را بوده. بله زهرا. نیست زهرا حاجت خونه رفته است. دل زهرا بسیار به من میسوزد. مرا نگاه بین میکند. کمی زکان شدم بابا جان. همین خیل میلش. خیر، خدا شفای کامل دید. تا بازدید. باور کن. دیگر چی کار هم میکرد؟ پدر جان، با سلیم چی شده است؟ سلین زکام شده است. زهرا باشد امشب در نزد او میمانده است. مرحمت گذارید. شامتان بخیر. شب بخیر. داملا خوبید؟ شب بخیر. خوش آمدید داملا زیا. سلام علیکم. سلین را به اینجا ناوردید داملا؟ گفت که در خانه راحت‌تر میشه و زهره او رو تنها گذاشتن نخواست. معلوم. تنها نمیگذارد. زهرای من بسیار مهربان است. اگر تنها گذاشته می آمد چرا در نزد دوگانه هم نیستم گفته بر راحت خواب کردن نمیتوانست. گل من حسیاتی است. کوشش میکند که معلوم نسازد، اما درونکی بسیار میسوزد. شبی که در این خانه او نباشد به خدا پزمانش میشوم. خیر، من همین خیلم. چی کار کنم؟ محبتی نبیره. پدر جان، گویا زهرا این خیل نیست. او هم از شما یه لحظه جدا شده نمیتواند. جناب با اجازت شما روان. داملا می نشستید یک چای می نوشیدیم. معلوم. پگاه امر معروف است. برای آن تیاری دیدنم در خدا قبول کند. تشکر. شبتان خوش. شب خوش. شب خوش داملا. داملا با فاروق اینقدر دوست شدند. چنگیز، سرم را بیرون میکنم. احتیاط کن بچه. ببین، با تو آخرین بار میگویم با خوبی با آن زاغ سیاه زنگ زن تا به اینجا بیاید. من باشم تو را سر میدهم. به تو گفتم نه میشناسم. چیکار نمیشناسی ها؟ چیکار؟ زاغ سیاه آدمی بابایی تو است. رسم را از من دزدیده به شما برد. رسم مادرم را تو دزدیده بودی. موضوعی نیست. وقتی که این موضوع رو عوض میکنی ناراحت میشوم، عصبی میشوم، از اداره خودم میبرایم
بعد کارهای تأسف آور میکنم. لطفاً با خوبی بابایت را زنگ زن. زاغی سیاه همین زمان باید به اینجا بیاد، فهمیدی مرا؟ الو بابا جان عزیزم. زورا رقم تلفنت نبر آمد. تلفن رو با عقل گفتم ما را قانع میکنند. یعنی بابا جان من امشب با سلین میمونم. خوب دارم. بابا با امکم ده تلفن رو یک چیز رو میپرسیدم. بله میدیم. زهرا با تو گپ زدن میخواد. زهرا جان بیرون بار آمدم. گپ زد چی شد؟ همک جان واهی من نکنید التماس میلش. همک جان به هیچ کس معلوم نکنید التماس. همک مرا دزدیدن. چی؟ دزدیدن؟ تو چه ها میگویی زهرا؟ چیش همک جان چیش؟ خاموش شوید التماس، آرام شوید. بابایم نفهمد. لطفا خواهش میکنم. زهرا جان تو را کی دزدید؟ برای چی دزدید؟ یا خدایم تو خوب هستی؟ خواطر نشوید. خوب هستم. خواطر نشوید. اما در اینجا زاغی سیاه گفتنی هدم را پرسیده ایستادن. امک شما او را نمیشناسید؟ امک زاغی سیاه؟ زاغی سیاهش کیست؟ من هم نمیدونم. امک این آدم بسیار جدی هست. برای از اینجا خلاص یافتنم زاغی سیاه گفتنی آدم را باید بیابم. امک التماس او را بیابید او را. میلش زهرا جان میلش، من با یکم راه حل میکنم. تو خواطر نشو عزیزم. فاروق با زهرا چی صحبت کردی؟ چرا با بیرون بر اومده پنهان صحبت میکنی؟ نه هیچ نه عزیزم. همه تینجی تو به خونه را من بعد میایم. فاروق رنگ رویت عوض شد. این رنگ رویم عوض نشده است. در تلفن گفتی که حل میکنم. تو چرا حل میکنی از برای خدا؟ بچه سرم رو بانو نکن. گم شم گفتم. عزیزم امروز چقدر گذشت؟ چرا پرتایت رو نکشیدی؟ آیا کلتکیلا زنده بوده میتواند؟ اما مهرش رو دیدم. در مرگ دیده بودم. برایت خوریش آماده کردن بسیار نقص میبینی کو. کنی خور معقول میشود. بسیار عجایب. بسیار. چی عجایب؟ خوریش؟ حالا نخورده ای کو؟ چی نخوردم؟ اونال تو هوش و خیال در کجاست؟ فکر و خیال در عملیات و تعقیب کردن است؟ نه جانم اینجایم. در خونم ببین چه خورش زیبا کرده ای. بازن بسیار سفسطه میگویی حاله. یا خدایا عجبا تو سفسطه میگویی یا اینکه من سفسطه میگویم؟ عزیزم جانم عین حال در نزدم. چنان میگویی که گویا در عملیات باشم. مگر این سفسطه نیست؟ یعنی حالا تو پورا در اینجا هستی؟ بین حالا هم سفسطه میگویی. همین خیر. حال بیست. کلتکلاس رو فکر داشتی؟ چه علاقه داره دوای؟ نه یعنی وقتی خیالی بودنت کلتکلاس رو فکر داشتی؟ به سفسطه نگوه که هم مرده است. یامکت جواب ده. لبک فروخ. چی؟ کای؟ مایلش زود میویم. مایلش که با بابایم یگان چی شده است؟ عزیزم زهرا رو دزدیدن. چی؟ کی او رو دزدید شوکت؟ زهرا رو کی دزدید؟ اگر یگان اشاره یابم با خدا این مسئله رو حل میکنم. همین را گفتم اونم که او را برای پول دزدیدند. برای پول چی علاقه داره؟ چه علاقه ندارد؟
آقا اکرم آدمی پولدار و با دولت است. زهرا رو چقدر دوست می‌دارد میدونی. اگر گویند که میکشیم بخشش خدا نشان ندهد، تمام ثروتش رو برآورده میدهد. نه برادر نه، در اینجا دیگر کار است. کی آخر کی؟ انیق این کاری چغتای است. انیق چغتای او رو دزدیده است برادر. تو چی ها میگویی؟ او با این کارها جرأت نمیکند. از پشت آن کارهایش آخر به خارج گریخته است. این بیعقل که باشد او رو دزدیده است برادر. کاش که یک دختری خوشرو باشد. یک اجینه را کجا میدزدید دیوانه؟ دیوانه؟ کنعان دیوانه؟ بله پسرم کنعان دیوانه کرد این کار رو. بله از برای رسم شده با فکرم قصد گرفتن میخواهد. خدا این کاری کنعان است برادر. تمام این کار حل شد. انیق کنعان دیوانه است. مطمئنی؟ بله. یافتم. یک دقیقه نقشه رو میفهمونم. نقشه رو؟ باجد از این زهرا نیست مگر؟ بله. به مامور ازن بزنم. سفسطه نگویی چخیل پلیس. رفتیم این کار رو حل میکنیم شوکت. تورات کردگی کی است؟ رفتیم برادر زود باش. دومولو شما لازم بودید التماس کمک رسانید. بسیار کاری تاجیلی دارید. تاجیلی گفتی؟ با خدا ما هم بسیار کاری تاجیلی داریم. رفتیم شوکت. دومولو استدراد نکنید خواهش میکنم. ای برادر چی از اینقدر کاری تاجیلی اتون؟ چی شد؟ استاد این амакам аз маҳаллаи худамон аст. ҳамсараш таваллуд мекунад. устод оҷилан рафтанамон лозим. масъалаи маргу мамот кори шӯхӣ нест устод. اگر کاری شوخی نبود عجیب میشد. هجری جان من مگر به همشیره مانندم؟ دومولو نپرسید. این خیلی بر وقت تولد کردن همسرم رو نمیدونستیم. در محلمون یک همشیره است. به او خبر دادیم. شما همشیرگی نمیکنید. غم نخورید دومولو. اوه دیدی شوکت خدا را شکر. نه ندیدم. خیلی میلش خدا پدر و مادرش رو مغفرت کند. ما رفتیم. دومولو نمیشود. این کارو همشیره کرده نمیتواند. تنها شما میتوانید. بسیار تاجیلی است. برادران چی هست اینقدر تاجیلی؟ دومولو حالا وقت فهموندن نداریم. زود رفتن در کار است. دومولو این مسئله حیات و ممات است. تقدیر کودک را شما حل میکنید. تقدیر کودک رو من معلوم میسازم؟ چی شده ایستاده است؟ هیچ دومولو نمیفهمم. در راه میفهمونم. زود رفتنمو در کار است. خواهش این میکنم. دوبلاگی هم چقدر کاری مشکل بوده است. شب و روزش معلوم نیست. گوش کنه در حقیقت من بسیار کاری تاجیلی دارم. این دفعه من رو ببخشید. یگان دفعه دیگر میروم نصیب دومولو باشه. نمیشود. با رضاگی خدا. زود رفتنمو در کار است. از برای خدا به ما کمک رسانید. دوملوزیا کمک کنید. به سرمون بلای کلان آمد. سرت پایلوز با چی شد؟ چه شد آقای فروخ؟ جناب لطفا در نوبت استید. شما هم یک کاری تاجیلی دارید اما ما اول آمدیم. چه شد آقای فروخ؟ گوش کنید دوملوزیا. گپ هایی که حالا میگویم از این گپ ها در حیرت نفتید دوملو. هممون باید آرام شویم. دیگر چاره ای ندارم. مرحمت آقای فروخ شما رو گوش کمی میکنم. پیش زهرا به من زنگ زد. زهرا زنگ زد؟ چی میگوید وای؟ آرام باشید. زهرا خوب است اما زهرا را دزدیدن دوملو. آقای فروخ میدانم. میدونید گفتید؟ خیر شخصانی که زهرا را دزدیدن شما میشناسید آنها را؟ به خدا نمیشناسم آقای فروخ. از کجا شناسم؟ اما آنها زاغیسی ها گفتن آدم را میخواستند. اگر زاغیسی ها را یافته با آنها سپاریم زهرا را سر میدادند. زاغیسی ها؟ از پشت این آدم بسیار ناراحت شده. میمرد کمی راحت میشدیم. دوملوزیا شما این زاغیسی ها را میشناسید؟ نه آخر آقای فروخ از کجا شناسم؟ تنها در غیب حکایه های او را در محله شنیدم. یک دختر خودکش رو نجات داده است این بگویم. به زهرا چه علاقه دارد؟ من نفهمیدم. من هم نفهمیدم. میلش عصبم رو ویران نمیکنیم. حاضر من با دیگر داماد یعنی بوجهتون کمیسر اونال زنگ زده همه وضعیت را فهموندم. در مدت کوتاه‌ترین زهرا را نجات میدهند. اوه با خدا آقای فروخ مرا بسیار آرام کرده. باز دومولو شما سلامتی پدرم را میدونید. باید از دزدیدن زهرا خبر نیابد. آقای فروخ البته که من همش را فهمیدم. به همین هم من با آقای اکرم گفتم که زهرا در نزد سلین است. درست این خیلی گفتید ها؟ از هیجان زیاد سرم رو در گرفت. بله راست. این طور باشد شب خوش. شبتان خوش آقای فروخ. فکر کردم که یگان خبر آورده است. خدایا با زهرا یگان کار نکنند. چرا این خیلی کارها فقط به سر ما می آید؟ عزیزم لطفا آرام شو. بین بابایت از این کار خبر ندارد. در خانه خود را غمگین نشون نده. فهمیدی؟ راست میگوی. این دفعه اون انیق میمورد. خواهرک جانم با او هیچ چیز روح ندهد. نباشد طاقت نمیکنم. اونال لطفا یگان کار بکن. جانم به تمام گروه ها خبر دادم. به تو وعده میدم که حتما زهرا را به تو یافته میارم.
با بابایم چی میگوییم؟ در این ساعت چیکار دارید؟ گفتن نمیپرسد مگر؟ چی دونم؟ تو را بسیار یاد کردم گروه و اونا کار داشت از در خانه از تنهایی بودن ترسیدم گوی. نمیفهمم. در حقیقت نمیفهمم که برای چه زهرا را میدزدند. چرا؟ نمیدونم. در اصل من این دوملاتی ها رو هیچ نمیفهمم. این چه خیل آدم است؟ مگر در نظرش نبوده است؟ من از کجا دانم؟ آدم مگر میگذاره که فاتح شدهش رو دزدند. اگر تو را دزدیدنی شوند دنیا را شپه میکنم. جانم حاضر جای همین گپ است. بخشش جنابان خفه نشوید. حالا ما بسیار کار تجلیلی داریم. بی خفگی با ما اجازت. دوملا شما را نمیگذاریم. به این هم وقت را از دست دادیم. وقت شما را بسیار نمیگیریم. ایوا بوجم هم آمد. خیر مالش اینطور باشد میرویم. بیایید با این راه میرویم. رفتیم. یا خدای من این از کجا برآمد؟ اونال یعقوب خبر هست؟ متاسفانه نیاکا. اما زهرا دیگر به شما زنگ نه نزد؟ زنگ نزد با خدا. بابایم چیکار کرد؟ خوب کرد. کمتر پیش میدور بود. اما ندونم بعد از خبر یافتن در جای میسودن نمیتوانم آخی. نپرسید ما هم در همین حال هستیم. بابایم حال و خبر ندارند. نه ندارم. چیکار میکنیم؟ چی میگوییم با او؟ پس من به خانه ندروم. آقای اکرم را در شبهه نگذارم. من راست به جستجوی زهرا میروم. معلش عزیزم خودت را احتیاط کن. یا خدایا به سرش یگان بلا نآید. انشالله را مییابی. تو خاطر نشو لطفا. خاطر نشو. زهرا را مییابم. حتما مییابم. اونال جان راو پسرم چقدر که راست رو یافتی زهرا را پیدا کن. من یافتم؟ بله بغیر از تو هیچ کس زهرا را نجات دادن نمیتواند. زود روید تیمور. هیچ خاطر نشوید. من حتما زهرا را مییابم. حاله باز شوهرت را ترک کردی؟ نه این خیلی نمی شود. یک کاری یک ساز این را باید تو حل کنی. 4 طلاقش کن. بابا جان این طور نگوید. یعنی برای به این خانه آمدن باید با اونا جنگ کنم. بابایم را یاد کردن نمیتوانم. جنگ نکردید؟ نه جنگ نکرده ایم. ما با اونا بسیار ساز گرفته ایم بابا جان. از وقتی که من به خانه رفتم با من خوب رفتار میکند. خوب است خاطر نشید. خاله جان همه وقت این خیلی خورسند شدید. تشکر ینگه جان. انشالله بسیار خوب هستید. چه خیلی که میبینی؟ مادام که جنگ نکردید در این بیوقتی شب چرا درباری همسرت نیستی و در این جایی؟ چون که همسرم هم درباری من نیست. در شبه کار داشته است. گفت که من تو رو به خانه باید برم. تنها گذاشتن نخواست. آمدم. این خیلی نکنید پدر جان. دختر خسته به خانه بابایش آمده است. شما هم بسیار او را پرسیدید. زهرا در خانه نیست. میدونی ها خاله جان؟ بله میدونم ینگه خبر دارم. سلیم بیمار شده است. به نزد او رفته است. کمی پیش ما گپ زده بودیم. او دلش به سلیم بسیار میسوزد. حاضر سلیم خوب است. من کمی بد خواب میکنم گفته بود. عجایب. به خانه سلیم به میمونی برفته است مگر؟ سلیم که دایم در خانه ماست؟ میلیس جان سلین هم یکی از فرزندان این خانه است. آنها از خوردیشان دوگانه هستند. هر قدری که خواهد در این خانه میستند. بغیر از من همه دختر این خانه است. میلیس بابایت رو میدونی تمام. اشتیایی تو خانم بیتول اپایمو برو زود باشد. نزلی تولد میکند. نزلی در بیمارخانه تولد نمیکرد مگر؟ نپرس اپایمو برو. اپای همشیره می اومده است. اما شوهرش نمیگذارد نمی آید. کمک کنید خانم بیتول. پسرم من در اینجا چیکار دارم؟ چرا مرا اینجا آوردید؟ استاد همین که کودک تولد شد نامش رو شما میگذارید. برای همین اومدید. چی؟ نام میگذارم؟ پسرم تو چی میگویی؟ با من چه علاقه دارد؟ استاد همین که کودک تولد شد در حال نام او را شما میگذارید و در گوشش اذان میگوید. برای همین استاد. خدا توبه زهرا رو دزدیدن. من چی کارها کرده ایستادم؟ آخی برادر ببین که اگر همین پوشش برآمده باشه پوشش به قبا بکش کمک کردن ثواب است. من به او چی خیلی کمک کنم شوکت؟ تو دیوانه هستی ها؟ آدمی همدردی مرا ببینه. بخشیش یک طرف است.
ای برادر خیر انا دکتر هم با اینجا آمد من اکنون روم با اجازت شما. домолозиё кӯдак таваллуд кардан соҳаи ман нест. خانم این با من تماما دخل نداره. ба ман ҳам дахл надорад. агар не ёрдамаш мекардам. майлаш ҳозир агар ба роҳ бароем эҳтимоли таваллуд кардан дар роҳ калон аст ва ин хатарнок буда метавонад. барои ҳамин бояд дар ҳамин ҷо таваллуд кунад. аммо ман ҳозир ба ёрии таъҷилӣ занг задам. хавотир нашавед, ҳозир бояд биёяд. ҳозир бошад аз пай кор бишавем. тамом, биёед. خدا شما راضی باشد خانم بهتر. طاقت کن زنک جان. بین داملای محترم محلمان داملوزیو رو هم آوردیم. نام کودکم رو او میگذارد. بله من میگذارم. خانم ما رویم. бале шумо ба берун бароед марҳамат гузаред. биёед. راه گرد هجری رفتیم. бародар биё буроем буромад ба медроем. خداوند با این زن کمک کند. ای هجری در گوش کودکی تولد نشده من چی خونم؟ آخر تولد شود من می آیم. التماس داملا جان به هیچ جا نروید. قریب شد مرحمت شینید. داملا بشی تا برومدن یک دعا بخوان. خاموش. حاضر برای تو میخونم اینجا. کودک تولد شود بعد می آیم. حاضر بسیار کار تعجیلی دارم. آخر گفتم که چرا مرا نمیفهمد؟ ای استاد دو کودک این نمکمان تولد شده وفات کردند. از دهها یک داملا به این کس گفته است که وقتی تولد شدن کودک دیگرت یک داملا رو بیار به گوش کودک دعا بخواند وگرنه وفات میکند. شما رو به همین خاطر رفتن نمیگذارد استادو. یعنی مسئله دیگر بوده است. هجری پسرم تو این دعا رو میدونی؟ البته میدونم. ها تمام. خیر این دعا رو تو بخوان. من کاری تجلی دارم. رفتنم لازم. جان یک از در خطر است و حتی مانند جان خودم. یعنی کودک تولد شد و من زنگ زن کارم تمام شده باشد میآیم. اگر تمام نشده باشد پس تو میخوانی هجری. رفتیم. رحمت مایلش استاد. خدا نگهبانتون باشد. خیر. برومد زنگ زن. دیدی استاد دعا کردن رو بر روده من گذاشت. خدا از او راضی باشد. اگر داملا نیاید ما از روده این کار میبراییم. با خواست خدا از رودهش میبراییم ان شاء الله. به من نگاه کن. در این ساعت چیکار میکنی؟ دیوانه شدی؟ یه سردارم خیلی که گزیده بودیم شوکت رو تعقیب دارم. یعنی در شعبه مصلحت کرده بودیم که من شما را ندیدم شما مرا ندیدید. برای پای کارو چک. سلسته نگو. شوکت را گذار. با ماشین کاری تجلی داریم. سردارم بغیر از دستگیر کردن کارتگلاس برای ما باز کدام کار مهمتر است؟ بچه زهرا را دزدیدن. چی؟ دوستی از من نزدیک خانم سلی زهرا را دزدیدن؟ آنها این طور باشد کارتگلاس یک طرف میگذاریم از پای زهرا میشیم. اکشن. گوش کن برادر. ما کاری ناخوب کردیم. باید تا برآمدن همون کودک نگاه میکردیم. اگر که میبرامد با میآمدیم. برای چی نیستادیم؟ کارتی چی ها؟ در آنجا شاگردم هجری است. ولی همون دور خطا میخونه کودک عاقل پدر میشود. انا این مادرت است. آی مبارک شود. ماشاءالله. خدا از شما راضی باشد بهتون. داملا کجا شد هجری؟ کاری تعجیلی برآمد رفت. چرا با ما خبر ندادی؟ چیکار میکنیم؟ محو شد کودکم وفات میکند. ای اکای شرفالدین چرا با این باور میکنی؟ اینها همش دروغ است. بین مانند شیر از پسرت. خاطر نشو. حاضر من دعا میخوانم. تمام راحت. یکی با کودکم چیزی رخ دهد. هجری با داملا زنگ زن تا که بیاید قربانت شوم. مایلش اکای شرفالدین مایلش. یا خدایا باز هجری است. لبا هجری. الو استاد منم هجری. استاد زود اومدنتون لازم. اکای شرفالدین شما رو فریاد دارد. بسیار وضعیت وزبین دارد میگوید. استاد علاوه بر این کودک بسیار زیبا است. ماشاءالله. بیاید ببینید. مالش هجری البته میآیم. چی گپ شد؟ رفتم شوکت کودک برآمد. نخواست برآمده باشه. نخواه. رفتیم مؤسسه خیرکنی شدیم. کوبیا بریم ببینیم تودا موننده مادا موننده. نامی تقایم را ارتیق میگذاریم. نه خانم جان شیر میشود نام امکم. بیا نامی بابا کلانم رو میگذاریم. نیک قدم. حاضر داملا آمدن نام پسرمون رو میماند. اما پسر نه دختر دار شدید آقای شرفالدین. نباشد نگاره.
чихел нигора номи раҳмати бибиямро ин тавр мегузорам. бошад номи биби калонамро мегузорем. мавлона. салом. ҳиҷри, оё ту аз он гуфта метавонӣ? бале устод. ин тавр бошад сар кун. аллоҳу акбар, аллоҳу акбар. ба макони канон як гурӯҳ фиристонед. расмро дуздид, аз ӯ ҳама чизро интизор шудан мумкин аст. алё, ҷойҳое ки ба ту гуфтам, аз ҳама тараф онҳоро иҳота кунед. фаҳмо? зуд бошед. сардорам, ман равам. атрофи макони канон иҳота карда шавад. ягон парранда пар назанад. фаҳмиди маро? парранда пар назанад. бародар яъне мегӯянд ки тамоми гурӯҳҳоро дар ҷойшон дидан мехоҳам. илова бар ин сабти камераҳоро дида метавонем лутфан. я бача чӣ зиник тагирифта овоз табу бурор? аз таъқибот ягон чиз баромад. аз мавҷи телефон маконаш муайян шуд. муҳимаш ба макон рафтем, аммо телефонро дар ҳолати вайрона ёфтем. худо занад. пас рафта сабтҳои камераро бинед. итоат сардор. ту чӣ интизорӣ? зуд бош. ин мегӯм аму тағама бигӯм бо астағфирло ме. рав. بتول بازی رو واسه شیرین است بتول بسیار شیرین و معقول شدم که مالش بتول لباید تو رو بسیار دوست می‌دارم. خدایا این کودک رو برای والدینش بخیر گرداند، بی درد و غم کلان شدنش رو نصیب کند. این طفل با اطرافیانش، با عائله‌اش، با خویش و تبارانش صاحب احترام شود. آرزو دارم این طفل هیچگاه از پدر و مادرش جدا نشود. یک حیات خوب گذراند. خدای مهربان این طفل رو از والدینش هیچ جدا نکن. الفاتحه. ای برادر او کودک همینقدر شیرینه که با مزه بود که گفتم بگیریم در تنی دیوار بزنمش. تو هم دیدی که دختره که سفیده که خشروعه که در رو گرفتن نام خواهرتم موندیشه؟ چه دانم شوکت، وقتی که طفل رو گرفتم زود خواهرم به یادم اومد. بیتول گفتم. چشمان خانم بیتول هم کشاده شده تبسم کرد. دیگر با تو بحث نمیکند، راحت باش. لیکن بین دکتر گلو و بینی از عهده تولد کردن هم برآمده؟ نفهمیده. من هم در این محله با من یگانه انسان است که بحث میکند. نامی او هم باشد با نام خواهرم یک است. تو در جستجوی خواهرت باش، تقدیر الهی. تو حالا به گوش این طفلک از آن گفتی کو خدا خواهد به تو هم یاری میدهد. زهرا رو میابه مادر. با خدا من هم تنها به این خاطر رفتم. نباشد زهرا رو دزدیدن، به این کار راضی نمیشدن. برادر اول میخوای خواهرت رو پیدا کنی یا خانم زهرا رو؟ یک گپ نغزن. رفتیم زهرا رو یابیم. زن چی زهرا ها؟ رفتیم. شوکت، تو مرا اینجا انتظار شو. من یک بالا برآمده می آیم. مایلش برادر. نظارت کن. یگان کس آمد به من خبر میدی؟ تمام گپ نیست، بچسب. در کجای زهرا؟ در کجایی؟
چی شد؟ نیست. اکنون چی کار میکنی؟ من رفته با کنعان گپ میزنم، احوال پرسی میکنم. تو دیوانه شدی مگر؟ او بسیار عصبانی است، با سر دیگان بلا نبیارد باز. اجازت نمیدیم. چخیل اجازت نمیدی شوکت؟ پس چی کار میکنیم برادر؟ مگر دیگر چاره داریم؟ میدرویم گفتم میدرویم. تو اینجا انتظار شو، فهمیدی؟ این طرح باشه برادر احتیاط. انتظار شو، تمام. دومولوزیا بخیر است؟ در اینجا چی کار دارید؟ من با آقای کنعان درباره یک مسئله صحبت کردنیم. من زود خبر داده میایم. اکا در پایان دومولوزیا آمده است. بابای ایشون زود به اینجا درارید. مرحمت دومولو. رحمت. خوش آمدید اعلی حضرت. سلام علیکم آقای کنعان. مرحمت. خوب هستی بابای ایشان؟ رحمت. من برای یک مسئله از شما کمک پرسیدنی آمدم. امر کنید اعلی حضرت، حل میکنیم. عروسم رو دزدیدم. چی؟ عروس شونده تون رو دزدیدن؟ آی شما در فاتحه بودید ما نمیدانستیم. کدام لعنتی عروس شونده شما رو میدزدد ها دوملا؟ من هم آخر برای همین نزد شما خواطر نشوید بابی ایشان، از دستمان کاری می آمده را میکنیم. عجبا، میگویند که با شما درباره این دزدی یگان خبر آماده باشد. دوملا از همه جا با خبر هستیم، اما اینقدر هم نه. من این مسئله را حل میکنم، شما هیچ خواطر نشوید. این را بسیار فکرم نکنید دوملا. در آمدی گپ دوملا از یگان کس شما شبه دارید؟ مگر ندارم، مانندی کنعان یک بشرف. متاسفانه ندارم. بابای ایشان همین عروس شونده شما را همان زاغی سیاه ندزدیده باشد ها؟ شوکت احتیاط باش خیر، حاضر رو قپیده. نه این خیلی فکر نمی کنم. یعنی زاغ سیاه چرا این کار رو کند؟ چه خیلی که میدونم یک دختر را هنگام خودکشی کردن نجات داده است، با آدم خوب مانند است. یعنی بخشش و اما این طور به شرفی کردن نمیتواند. دوملا یعنی اکنون یک دختر رو نجات داد گفته آدمی خوب نمیشودیم. این قهرمانی نیست آخر دوملا. و هم تا اندازه من خبر دارم در دزدی شدن رسم آقای اکرم انا این ابله دست داشته است. ها دوملا؟ با خدا این رو نمیدانم. خیر مالش با من اجازه دید. دوملا یگان چیز می نوشیدید، آخر این کار حل می شود. آقای کنعان معلوم است که مونده شدم، من میروم. دوملا شما هیچ خواطر نشوید، کاری از دستم می آمده را میکنم. عروس شونده شما را حتما برمیگردانم. سلامت باشید. یگان جاتان غم نباشد دوملا. ای خدایا توبه، این عروس حاجی زیا را کی دزدیده باشد؟ ای توبه. چیکار کردی؟
برادر کمی پیش یک احمقش در دستش آب و نان گرفته ها به اون طرف برد. یک جای دیگر است. شاید زورو در آنجا باشد. شاید. تو با کنعان دیوانه چیکار کردی؟ چیکار میکردم؟ گپ زدم. کوشش کردم که معلوم کنم انیقا زهرا رو دزدیده است. من دیدم آخر او دستی تو رو میبوزید، تو رو حرمت میکرد. چیکار کرد از این بیعقله؟ نه این خیل نیست. نمیداند که من فتح شده زهرا هستم. این خیل گوی؟ ای خیر رفته انگه رو گیریم؟ رفتیم. گوش کن، با دقت باش. انم اینجا برادر. پینهان بشویم. این رو از کجا پیدا شدن؟ من از کجا میدونم برادر؟ چیکار میکنیم؟ کرگون مرش برادر. ای برادر، کدام به شرفی به دین و به ایمان عروسی حاجی زیا رو میدوزد ها؟ آن آدمی دوزخی کی باشد؟ این به شرف رو یافته به نزد من بیارید. اکا چی مرا نشنیدید مگر؟ زود رفته او را به نزد من بیارید. اکا چی میگویی؟ عروسی دامولوزیو رو ما دزدیدیم. خانم زهرا او فوت شده دامولوزیو است. چی؟ شما چی میگویید ها؟ ای سر من میکفد، سرم میکفد. شما کی با عقل میشوید ها؟ کی با عقل میشوید؟ عروسی حاجی زیا بودن آن دختر رو چی خیل نفهمیدید ها؟ اکا من از کجا دانم؟ نمیک باید داند. با من هیچ چیز نگفت. چرا نگفتی ها؟ اکا من گفتنی بودم اما فرصتی گپ زدن. از پشتی تو شده بسیار گناه کردیم. توف چطا برا. اکا گناه با ما نمی نویسم. گناه با نمیک نوشته می شود. تو از کجا میدانی چینگیز ها؟ تو دامولایی؟ آخر همین خیل است. فوت شده دامولو بودن رو میدونست و نگفت. گناه او میگیرد. اگر خواهی از دامولوزیو میپرسد. چینگیز کلای تو کار میکند. تو چی فکر داری لعنتی؟ تو دیوانه هستی. تو چی ها میگویی؟ با دامولا میگویی که دامولا عروسی شما را ما دزدیدیم. آیا گناهش با کی نوشته میشود میگوییم ها؟ تو خدا زده هستی. یک راهی حل کردن این کار هست. با دختر خوب رفتار میکنید، گفتهاش را کنید و بعد با دامولا زیا عروس شوندهش را میدهیم. اما کمی دیگر دختر را داریم. شاید آن زاغ می آید ما باشیم کاری آن با آخر می رسانیم. فهمیدید ها؟ ابرین گم شویده. ابرین دار. این محبت بین ما بسیار مشکل است. من برای طاقت کردن با مشکلی های این محبت تیارم. آخر این را با تو گفتن نمیتوانم. درباره خودم همه چیز رو از تو پنهان میدارم. در اصل تنها سیمایم رو پنهان میکنم. اما باور کن خودم رو زیبا نشان میدهم، چون که زهرایم مرا زیبا بیند. من به تو دیوانه و عاشقم. شوکت در همین جا تو چی خیل میتوانی خورخور کرده خواب میکنی؟ من نمیفهمم. رحمت برادر، همه فکرهای سرم را پریشان کرد.